سلام و عرض ادب، خوش اومدین به اولین آموزش از کانال روایت دل. تو این آموزش میخوام نحوه ایجاد اکولایزر روی یه مسیر مشخص یا دلخواه رو بهتون آموزش بدیم. با هم بریم روی مانیتور تا ببینیم این اکولایزر چجوری باید ساخته بشه. خب بعد از اینکه وارد نرم افزار افتر افکت شدیم، از این قسمت کامپوزیشن جدید رو ایجاد میکنیم. سایز کامپوزیشنمون 1080 x 1920. شما میخوام ابعاد ریلز یا استوری اینستاگرام محتوامو بسازم و روی اوکی کلیک میکنیم. یه کامپوزیشن جدید واسه ما ایجاد شد. بعدش میام عکسمو وارد برنامه میکنم. عکسمو درگ میکنم و وارد برنامه میکنم و عکسی که از قبل طراحی کرده بودم و وارد کامپوزیشنی که ایجاد کردم میکنم. برای اینکه ما بتونیم روی حرف یه اکولایزر ایجاد کنیم، اول باید از منوی لایر نیو قسمت سالید رو انتخاب کنیم. ما یه سالید میسازیم تا افکتمون رو روی این سالید اعمال کنیم. بعد از منوی افکت اند پریست اینجا سرچ میکنیم آدیو اسپکتروم. این افکت رو کلیک و درگ میکنیم روی سالیدی که ساختیم. این افکت برای ما اکولایزر ایجاد میکنه. برای اینکه روی مسیری که دلمون میخواد افکت رو ایجاد کنیم نیاز به یه دونه ماسک. این ماسک رو چجوری میسازیم؟ در حالتی که این سالیدمون در حالت انتخاب هست، ابزار پنتول رو میگیریم و شروع میکنیم روی حرف یه مسیرمون رو مشخص میکنیم. بعد از اینکه مسیرمون رو ایجاد کردیم میریم تو قسمت افکت کنترل. اگه این پنل رو نداشتید از منوی ویندوز افکت کنترل میتونید ببینیدش. خب اینجا تنظیمات مربوط به افکتمون هست. ما باید توی آدیو لایر اولیمون صدایی که میخوایم رو اضافه کنیم. بعد از اینکه صدا رو وارد کردیم از منوی آدیو لایر صدایی که توی کامپوزیشن هست رو انتخاب میکنیم. خب وقتی صدا انتخاب شد ببینید که این اکولایزر اگه CTI رو من عقب جلو بکنم ببینید که این اکولایزر شروع به تغییر حالت میکنه. الان صدا براش تعریف شد. برای اینکه بخوایم روی اون مسیر دلخواهمون این اکولایزر کارش رو انجام بده میایم از منوی افکت کنترل قسمت پد اون ماسکی که انتخاب کردیم رو انتخاب میکنیم و میبینیم که روی اون مسیری که دلمون خواست اکولایزر رو ایجاد کرد. خب من نمیخوام اون قسمت بالایی اکولایزرم باشه. تو قسمت ساید آپشن ساید میذارم رو حالت A و این قسمت پایین رو فقط دارم و این قسمت کالر هم میتونیم رنگش انتخاب کنیم. من میخوام رنگم تقریبا مثل این و رنگ پایین سفید باشه. توی این قسمت استارت فرکانسی و اند فرکانسی شما میتونید وقتی با اینا بازی میکنید شکل موجتون تغییر میکنه. من اینو کمتر میکنم چون میخوام موجم یه خورده موزونتر باشه. این شکل داستان در اومد. ارتفاعش هم زیاده. از منوی ماکسیموم های اینو میذارم کمترش میکنم تا خب بریم با هم ببینیم چی شد. شما میتونید شکلهای دیگه هم واسه این موجتون تعریف کنید. برای این کار میریم تو قسمت هم دیسپلی آپشن میتونید آنالوگ بذارید به صورت یک خط کامل براتون نشون داده میشه که موجش تغییر میکنه یا نقطه‌ای آنالوگ دار. میبینید که الان اینجا این شکل موج تغییر میکنه. من رو همون حالت دیجیتال میذارم. تنظیمات دیگه ای که تو این افکت وجود داره، شما میتونید ضخامت هر دونه موجی که توش هست رو زیاد و کم کنید. من رو همون 3 میذارم و تعداد نقطه هاشو بیشتر کنید. ببینید هر چقدر نقطه رو بیشتر کنید تراکم این نقطه ها بیشتر میشه. ممنون که تا آخرین آموزش همراه ما بودین. اگه سوالی راجع به این آموزش دارین تو کامنت ها میتونید از من بپرسید. برای اینکه از آموزش‌های جدید ما باخبر باشید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و اون تیک زنگوله رو بزنید.